سرکار خانم آناهیتا ترکمان و هانیه ترکمان، این دو تا خواهر بزرگوار تشریف بیارن. ببینید تمام حرفایی که من زدم در مورد ایشون همه‌اش رد میکنید. بفرمایید. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. سلام دارم، خیلی ممنون، مرسی. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه حاضرین عزیز. تشکر میکنم از آقای صدرا. من همیشه آرزوم بوده که توی این جلسه باشم و خیلی خوشحالم که این افتخار رو به من دادن که در حضور ایشون و شما باشم. من اجازه میخوام شعری رو که یادگار سبزترین روزهای زندگیمه تقدیم کنم به خاکی که در باور من از هر خاک دیگه‌ای برای سجده کردن متبرک‌تره. اگر عزیزانی شنیدن من پیشاپیش معذرت میخوام. من عشق را به نام پاک تو آغاز میکنم. من عشق را به نام پاک تو آغاز میکنم. تنها در آسمان مهر تو پرواز میکنم. میبوسمت که داغ تنت شور زندگیست، میخوانمت که شور تو ماهور زندگیست. جریان سرخ عشق، جریان سرخ عشق و روان در رگ منی، در سینه ام نه دل که به جایش تو میزنی. من هرچه دارم از تو و دامان پاک توست. گنج گران زندگیم عطر خاک توست. این خاک پاک هستی ما، افتخار ماست. این خاک پاک هستی ما، افتخار ماست. نامش چراغ روشن شبهای تار ماست. میراث جاودان نیاکان آرش است، پاکیزه از قداست خورشید و آتش است. عطر بهشت میدهد این مرز پرگوهر. عطر بهشت میدهد این مرز پرگوهر. این برترین تجلی سرچشمه هنر. این خاک پاک هستی ما، افتخار ماست. نامش چراغ روشن شبهای تار ماست. حالا دلش گرفته از این روزهای سرد، این لحظه های پر از ترس، التهاب، درد. اصلا دلش شکسته از این بغض در گلو، این شهر مرده بیشور و های و هو. از بوی مرگ و وحشت و بیداد خسته است، از زخم تازیانه جلاد خسته است. حالا کجاست غیرت آرش که جان دهد این خاک را دوباره غرور ارمغان دهد؟ پس کجاست حرمت خون سیاوشان؟ بر جا چه مانده از درفش و دلاور دگر نشان؟ این خاک پاک هستی ما، افتخار ماست. نامش چراغ روشن شبهای تار ماست. حالا نجات عزت تاریخ دست توست. باور بکن شکست نیاکان شکست توست. دست تو امتداد تکاپوی آرش است. دست تو امتداد تکاپوی آرش است. سوزنده از اراده تو حرم آتش است. باید از این خیال گران چشم واکنیم. باید از این خیال گران چشم واکنیم. باید به کاوه های زمان اقتدا کنیم. این بهترین مجال برای حضور ماست. چشم خلیج مانده به راه عبور ماست.